وقتی یک پسر و دختر با هم ازدواج میکنند، اینا تشکیل خانواده میتند. هر دوی از اینا مسئول هستند که این خانواده را حفظ کنند، این ازدواج حفظ کنند و به خاطر از این تمام تلاش خود انجام بدن. اما مسئولیت اصلی واقعی و سنگین بالای شانه های شوهر هست. این مسئولیت است که الله بالای شانه شوهر قرار داده. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 34 میفرماید الرجال قوامون علی النساء، مردها مسئول یا سرپرست زنان هستند. چرا پروردگار من؟ چرا زنها مسئول مردان است؟ الله در پاسخ میگه بما فضل الله بعدهم علی بعد و بما انفقوا من اموالهم، به سبب این که بعضی را بر بعضی الله ترجیح داده، برتری داده. این برتری چی است پروردگار من؟ ببینن الله سبحانه و تعالی بعضی ویژگی ها را در وجود زن قرار داده که او را مرد ندارد و بعضی ویژگی ها را مرد دارد که او را زن ندارد. البته این ویژگی ها مناسب وظیفه هر کس هست. مثلا الله سبحانه و تعالی بر زن قلب ملایم داده، قلب نرم داده، پر از عاطفه هست و اینمی قلب برای یک زن نیاز است تا از وظیفه مادری خود ادا کنه، تا وظیفه همسری خود ادا کند، یک همسر و خانم خوب باشد، یک مادر خوب باشد. الله سبحانه و تعالی بر مرد جسم قوی دادد، برش توانایی از این دادد که کنترل بالای عاطفی خود داشته باشد، بالای احساسات خود داشته باشد، قوت برش داده، شجاعت برش دادد تا خانوادی خود حفظ کند. الله سبحانه و تعالی در ادامه از این آیه می فرماید که و بما انفقوا من اموالهم، دیگه ویژگی مردی است که الله برش سرپرستی خانه را داده که خرج میکند، انفاق میکند. مرد مسئول هست، مکلف است که نفقه همسر خود، اولاد خود و خانوادی خود برابر بسازد از هر جایی که میکنه، هر کار را که میکنه. و زن این مسئولیت ندارد. این حال مسئولیت متاسفانه خیلی برداشت چی بوده که به معنی زور هست، به معنی از این است که همسر غلامت است، همسر نوکرت است، همسر مزدورت است، خانمت مزدورت است. هر کار را که تو بخوای انجام داده میتونی، چون تو مرد خانواده هستی، تو مسئول خانواده هستی. الله وظیفه و صلاحیت برات داده، نه خیر. ببینید الله سبحانه و تعالی بر مرد سرپرستی و مسئولیت خانه را داده تا خانوادی خود حفظ کند، این ازدواج حفظ کند، امنیت و ثبات داخل خانوادی خود حفظ کند، محبت و صمیمیتی که در داخل خانواده وجود دارد این را حفظ بکند. اما متاسفانه امروزه خیلی از مردا اینمی برتری خود از دست دادن. برخوردشان با همسرانشان قسم است که اینا هم زن گشتند، اینا هم قار میکنند، اینا هم ناز میکنند، اینا هم روزا و ماها با هم